اینو بینید بچه‌ها دوستان عزیز اینجا در راه ما به یک پلک تربوز چور اومدیم این در میان سنگ‌ها در یک لبک دریا رویده است شاید خیلی تخمی این تربوز یا یگان کس افکنده است یا یگان پرنده از نودش رها کرده است یا آب آورده و اینجا افتاده و این خیلی سبز شده است. ببینید حاصلش مال خوردک و خودش سبز است. ببینید این یک معجزه. این نمیدونم کی میپزد ملو کی میپزد این راست کارمانی ملو بابا راست کارمانی برگوش راست به هیچ یک خدمت در یک دشت در یک صحرا در جای یک بی آدم در یک جایی که دریا پرتلاطم شیر میشه در اینجا تربوز کبود شده من این قدر شده است. نگاه کنید با یگان مرد رهگذری بزی بوده است که گردی اینا من بینید احاطه کرده سنگ مانده است تا که رهگذرهای دیگر شور شوند و اینا زیر نکنند. آفرین آفرین تسنا